یه اسکن دیگه از دستگاه پروتونیک را با هم دیگه بررسی می‌کنیم. این اسکن با دستگاه پروتون LB4 شرکت آسوا گرفته شده. در نگاه کلی به اسکن ما یک اسکن منظم داریم که در قسمت پایین خاک‌های دستریز ما چند مورد فلز را در این قسمت داریم. با توجه به رنگ، شکل، ساختار و نحوه درگیری با خاک احتمال میره که 4 تا فلز ریز ما در پایین خاک‌های دستریز داشته باشیم. این قسمت‌های بالایی و قرمزهایی که مساحت زیادتری را در اسکن گرفتن اینا مواد مینرال یا معدنی هستند. خاک‌ها با تراکم بیشتر به رنگ سبز و خاک‌ها با تراکم کمتر به رنگ آبی را در اسکن پروتونیک ما میتونیم ببینیم. دوستانی که اسکن‌های خوب با دستگاه پروتونیک میگیرن میتونن اسکن‌هاشون رو از طریق واتساپ شرکت پایدار معدن با ما به اشتراک بگذارن. موفق و پیروز باشید.